خب دیگه مردونه بریم قسمت گربه ها رو ضبط کنیم. از اون موقعی که گفتم قسمت گربه ها رو میخوام ضبط کنم تا الان گربه تو باغچه‌مون زاییده، بچه‌هاش بزرگ شدن رفتن به کارشون و من هنوز قسمت گربه ها رو ضبط نکردم. واقعیتش یه ذره ذهنی و روحی و اینا به هم ریختم دیگه. مطمئنا شما همتون همینید، دلار شده داره میرسه یعنی به 100,000 تومان. بعد اینم از وضعیت گرونی و ایناست. یه ذره این که بشینی راجع به گربه حرف بزنی واقعا دل خجسته ای میخواد. حالا اینا رو که در واقع من اصلا واسه الان ضبط نمی‌کنم، اینا بمونه برای آیندگان. خودمون که معلوم نیست با این وضعیت به کجا بریم. اصلا شک دارم سال دیگه همه چی این شکلی باشه. اصلا مطمئنا یه جوری میشه که اینو براتون میذارم میگم نه بچه‌ها یه روزی دلار 100,000 تومانی برامون خیلی زیاد بود. این الان هستش که فیلم مهران مدیری رو میذارید، مثلا یه تیکه از سریالشو میذارید که توش سکه مثلا 3 میلیون تومان بوده، پشمان همه میریزه مطمئنا. و این شتابه خیلی بیشتر شده. فکر کنم تا 6 ماه دیگه اینو بذارم بگم یه زمانی فکر میکردیم دلار 100,000 تومانی خیلیه. این حرفا حالا به من چه به شما چه، ما که هیچ کدوم درک و فهم و شعور سیاسی نداریم بخوایم مسائل رو تحلیل کنیم. اینو میذاریم اهل فن تحقیق کنن ببینن چرا وضعیت این شکلیه. من فقط تنها چیزی که میگم اینه که من کسکشم که یه بار دیگه دنیا بیام. خب گربه ها به نظر من بهترین تکامل داشتن. یعنی اومدن با خودشون گفتن چرا ما بیایم قوی شیم، بزرگ شیم، پر بزنیم، این همه سختی به خودمون بدیم واسه زندگی کردن، میایم ناز و گوگلی میشیم، بقیه کارامون رو میکنن. پس گربه ها به نظر من اشرف مخلوقاتن. اصلا تو ظاهر این موجود رو نگاه میکنی بیشتر بهش میخوره گیاهخوار باشه تا گوشتخوار. من گوشتخوار و شکارچی به این نازی و خوشگلی واقعا ندیدم تا حالا. همونطور که حدس میزنید من خودم یه گربه دارم که خیلی وقت با هم زندگی میکنه. زندگی کنارش برام هیچ وقت عادی نمیشه. یه موجودی که کوچولو شده، شیر و ببر و پلنگ میاد از بغلت رد میشه با همون قیافه و همون استیل، بعد تو قربون صدقش میری، در صورتی که ورژن اصلیشو ببینی خایه میکنی. یه چیزی که تو بقیه حیونا خیلی منو شگفت زده میکنه اینه که خیلی زود بزرگ و بالغ میشن. یعنی ما آدما تو 2 سالگی تازه یاد میگیریم بگیم جیش داریم. بعد گربه من داشت رو مبلا چنگ مینداخت، بهش گفتم نکن، یا برگشت به من گفتش انقدر به من نگو چیکار کنم چیکار نکنم. بابا من دیگه بچه نیستم، من 2 سالمه. کلا از نظر من خیلی حیوان با فهم و شعوریه گربه. حالا شاید بگید سگ نیست، سگم هست. کلا به نظر من هر موجودی از ما فهم و شعورش بیشتره، چون موجودات دیگه دلارشون 100,000 تومان نیست. یه تفاوتی که سگ و گربه دارن، البته تفاوتی که زیاد دارن، این که بخوایم شباهتاشون رو بگیم شباهتاشون کمتره، اینه که گربه خیلی حالا اصطلاحاً شکمباره نیست. این جوریه که جلوش غذا هم بذاری سیر باشه نمیخوره غذا رو. ولی سگ 10 کیلو گوشت لخمم خورده باشه، 11 کیلو گوشت لخمم مثل اون کیلو اول گوشت لخمه با هرس میخوره. انگار هی داری بهش تعارف میکنی، انگار میخوره که بمیره، انگار این یه دستوره. نکته بعدی راجع به گربه اینه که گربه برخلاف چیزی که اونایی که گربه حالا بغل نکردن اونا فکر میکنن اصلا سنگین نیست. خیلی اتفاقا نسبت به جثه‌اش سبکه، ولی خیلی بدباره. اینجوری که میشینه رو زمین خودشو گلوله میکنه میشه اندازه پرتقال. بعد از رو زمین که ورش میداری سرش جلوی صورتته، پاش هنوز رو زمینه، انگار دیوس آکاردئونه. خب آخر ویدیو اول تکامل چقدر این سخت بود گفتنش. داشتم میگفتم که انسان به تدریج فهمید حیوانایی رو میتونه رام کنه که 1 به صورت گله‌ای زندگی میکنن، 2 سلسله مراتب دارن. گربه تنها حیوانی بود که نه گله‌ای زندگی میکرد نه سلسله مراتب داشت. پس شاید بهتر باشه بگیم گربه ها ما رو رام کردن نه ما گربه ها رو، چون هرچی نباشه مامونی هستیم که گله‌ای زندگی میکنیم و سلسله مراتب داریم. با این وجود یه سری هستن که هنوزم ناباورانه دارن تلاش میکنن گربه ها رو رام کنن. یه پیج اینستاگرام نوشته بود اگر گربه‌تون ناسازگاری میکنه باید چیکار کنید. بچه بذارید من با تجربه چندین ساله‌ای که تو نگهداری از گربه دارم راه حلش رو بهتون بگم. خونه‌تون رو عوض کنید، هیچ راه دیگه‌ای نداره. یعنی اون خونه رو بذارید برای گربه، شما برید یه خونه دیگه. اینقدرم پایین کسچرات اینستاگرام نشینید. یه چیزی هم که تو اینستاگرام خیلی داره زیاد دیده میشه اینه که گربه ها دارن واقعا تکنولوژی رو درک میکنن. یعنی فیلمایی رو خیلی هم داره زیاد میشه، گربه مختلفی میبینید که یاد گرفته با گوشی داره کار میکنه، یه گربه میبینید تلویزیون داره نگاه میکنه و اینا. این همون چیزیه که تو قسمت اول تکاملم گفتم، همه موجودات دارن تکامل پیدا میکنن، فقط ما نیستیم. به تدریج گربه‌های خونگی هم دارن یاد میگیرن که هر وسیله‌ای به چه دردی میخوره، واقعا دارن کاربرد وسایل مختلف رو یاد میگیرن. و یه چیز جالبی که هستش، دارن تلاش میکنن که یه زبونی اختراع کنن. تا قبل این میو میو رو میگن گربه اختراع کردن برای ارتباط برقرار کردن با انسان، برای خودشون میو میو نمیکردن.
الان میبینی که یه ویدیو عجیبی میبینی که واقعا داره طرف رو با اسمش صدا میکنه، یعنی صداشو میشنوی واقعا شبیه اسم طرفه. یا گربه ایرانی هم بودش نارنجی که قشنگ میگفت مرغ. این نشون میده که گربه واقعا دارن تکامل پیدا میکنن. شاید مثلا تا آینده نزدیک ببینیم گربه اسنپ گرفته باید سوارش کنی ببریش. حالا نه اینکه اون گربه خیابون که فکر کنم گربه خونگی، گربه خیابون و گربه کار صدا کنن حالا به زبان خودشون، ولی نه اینکه حالا اونا تکامل پیدا نکنن یا حیوانات دیگه تکامل پیدا نکنن، ولی حیواناتی که با انسان خیلی بیشتر عجین شدن و دارن تو زندگی همون خیلی نقش پررنگ‌تری دارن، انگار خیلی سرعت تکاملشون بیشتره. یعنی یه روزی یه میمونی جهش پیدا کرد، نتیجه شدیم ما انسان‌ها تو طول حدود 150,000 سال. یه گربه یه زمانی گوشش خم شد، جهش پیدا کرد، نژاد اسکاتیش فولد به وجود اومد. بعید نیست یه دونه از این گربه‌ای که داره تلاش میکنه که صحبت کنه با ما و به زبان ما صحبت کنه، یا داره تلاش میکنه با تلفن با گوشی کار کنه و اینا، بشه همون میمون آلفایی که نتیجه شدیم ما. یعنی یه نسل گربه سخنگو ازش به وجود بیاد. این اصلا چیز عجیبی نیستش تو زیست شناسی. خب گربه ها رو که یه مقدار راجعشون صحبت کردیم، بریم سراغ صاحب گربه ها که یه گروهی هستن که حالا صاحب بقیه حیوانات خونگی هم میتونن باشن. خنده دارن به حیوان خونگیشون، یه حیوان ناراحت میشن، میگن باید بگی بچه‌م. مثلا دیدم که سر این حتی دعوا هم شده که تو چرا گفتی حیوان، این بچه منه. بابا گربه حیوانه، منم حیوانم، حیوان ناطقیم. وقتی جای حرف زدن بخوایم دعوا کنیم بجنگیم، چیزی که ازمون میمونه اون حیوان است، فقط ناطقه کجا میره؟ پس انقدر دو چیزای کسشر حساس نباش. حیوان